به این فکر کنید، یک لحظه توی زندگی هر کدوم از ما وجود داره. این لحظه پر سر و صدا نیست، خیلی آرومه. گذرا هم نیست، کاملا نافذه و مهمتر از همه بازگشت ناپذیره. این لحظه مثل یه درگاهه به سمت یه تحول خیلی عمیق. لحظه‌ای که توش اون امید همیشگی برای اینکه دنیای بیرون بفهمه تو درون چه خبره برای همیشه خاموش میشه. ببینید، این یه پایان دراماتیک و سینمایی نیست. هیچ پرده‌ای نمیفته، هیچ کس هم براتون دست نمیزنه. فقط یه سکوته. یه سکوت بزرگ و سنگین که توش میتونید پژواک تمام اون درخواستایی که کردین و جوابی نگرفتین رو بشنوید. این سکوت یه جنس خیلی عجیبی داره. انگار میشینه توی استخوناتون و یه حقیقت قدیمی رو بهتون نشون میده. هیچ کس برای نجات شما نمیاد. هیچ کس به خاطر رنجی که میکشید شبها بیدار نمیمونه. هیچ کس قرار نیست زخمهای شما رو ببینه و براشون مرهم بذاره. و دقیقاً توی عمق همین سکوت، توی دل همین تنهایی مطلق، یه چیز خیلی کهن بیدار میشه. یه قدرتی که دیگه از جنس التماس نیست. یه قدرتی که برای اثبات خودش لازم نیست به کسی توضیح بده. قدرتی که دنبال دیده شدن نیست، چون خودش بیناست. این دقیقاً همون لحظه‌ایه که شما از نمایش دادن بودن دست میکشید و واقعاً بودن رو شروع میکنید. توی اعماق وجود بیشتر ما یه خیال خاموش و آروم زندگی میکنه. یه فانتزی پنهان که از بچگی با ما بوده. این باور که رنج ما دیدنیه. این فکر که اگه دردمون به اندازه کافی عمیق باشه، اگه فریادمون به اندازه کافی بلند باشه، بالاخره یه نفر یه جایی متوجه میشه و میاد جلو. این امید خیلی نرم و لطیفه. اونقدر که حتی به زبون هم نمیاریمش، اما مثل یه نخ نامرئی ما رو به دیگران و به انتظار کشیدن ازشون وصل نگه میداره. ما فکر میکنیم که این وظیفه دنیاست که درد ما رو ببینه و بهش واکنش نشون بده. این سوال، این امید معصومانه یه جورایی توی تار و پود ما بافته شده، اما بعدش زندگی با تمام بی‌طرفی و خنثی بودنش از راه میرسه. درد نادیده گرفته میشه، اشک‌ها دیده نمیشن، فریادها توی شلوغی زندگی روزمره بقیه گم میشن، تلفن زنگ نمیخوره و دقیقاً همین جاست که اون باورهای ما یه ترک عمیق برمیداره. اون توهم مثل یه شیشه مه گرفته کم کم شفاف میشه و ما واقعیت رو همون جوری که هست میبینیم. اما نکته اینجاست، این نادیده گرفته شدن به معنی بی‌ارزش بودن شما نیست. این فقط یه آینه است که نشون میده بقیه چقدر غرق آشفتگی‌ها، ترس‌ها و رویاهای شخصی خودشون هستن. درک این نکته خیلی مهمه. بی‌تفاوتی دنیا از روی بدخواهی یا کینه نیست. واقعیت یه نیروی خنثی‌ست. هر آدمی که از کنار شما رد میشه داره توی میدون جنگی میجنگه که شما هیچ وقت ازش خبردار نمیشید. دقیقاً همونطوری که اونها هم هیچ وقت وسعت کامل میدون جنگ درون شما رو نمیبینن. هر کسی قهرمان داستان خودشه و توی داستان بقیه فقط یه رهگذره و اگه شما هویت و ارزشتون رو روی دیده شدن توسط این رهگذرها بنا کنید، تمام عمرتون رو با حسرت و احساس نامرئی بودن میگذرونید. اون دردی که از نادیده گرفته شدن حس می‌کنید بی‌رحمی دنیا نیست، فقط قانون بی‌طرفانشه و شاید همین بی‌تفاوتی داره تلاش می‌کنه مهمترین درس زندگی رو به شما یاد بده. و حالا میرسیم به نقطه عطف این سفر، همون لحظه‌ای که دردناکترین درک و فهم تبدیل میشه به کاتالیزوری برای عمیق‌ترین رهایی. این یک تحوله، گذار از جهانی که توش قربانی انتظار بودید به جهانی که توش معمار اراده خودتون هستید. این رهایی توی 2 مرحله اتفاق میفته، اول درد و بعد آزادی. خب، اول از همه شما درد عریان حقیقت رو حس میکنید. ما توی جوونی به اشتباه یاد میگیریم که درد کشیدن پاداش داره. فکر میکنیم اگه به اندازه کافی رنج بکشیم یه نفر به ما آرامش بدهکاره. اما حقیقت اینه که زندگی برای تحمل کردن به کسی مدال نمیده. وقتی روی زانوهاتون افتادید فرشته‌ای برای کمک نمیاد. زندگی مثل یه رودخونه بزرگ خیلی ساده به جریانش ادامه میده. دوستاتون دغدغه‌های خودشون رو دارن، نزدیکانتون درگیر روزمرگی خودشون میشن و غریبه‌ها بی‌تفاوت از کنارتون رد میشن. این حقیقت شاید اولش خیلی خشن و تلخ به نظر بیاد، اما خشن بودنش به معنی اشتباه بودنش نیست. این اولین مرحله بیداریه، پذیرش دردناک تنهایی وجودی. و درست پشت همین درد یه پارادوکس شگفت‌انگیز وجود داره. همون درکی که شما رو به زانو در آورد اولین قدم به سمت آزادی واقعیه.
چرا؟ چون وقتی دیگه منتظر نیستید که دنیا به دردتون واکنش نشون بده، دیگه منتظر هم نمیمونید. دیگه زندگیتون رو به امید اینکه یه نفر زخماتون رو ببینه متوقف نمی‌کنید. دیگه کاراتون رو برای جلب همدردی یا تحسین بقیه انجام نمیدید. شما شروع به حرکت می‌کنید. اما این بار نه به خاطر تشویق بقیه، بلکه به خاطر نیرویی که از درون خودتون میجوشه. این یعنی آزادی، استقلال از نگاه دیگران. کارل یونگ این حقیقت رو خیلی زیبا بیان کرده، اما یه بخش ناگفته‌ای داره که شما توی تجربه زندگی خودتون یادش میگیرید و اون اینه که دنیا وقتی هویت شما رو میپرسه، اغلب نمیخواد شما رو بشناسه، بلکه میخواد شما رو توی یه قالب، توی یه جعبه مشخص بذاره تا بتونه راحت‌تر درک و کنترلتون کنه. اونها شما رو نمیبینن، اونها تصویری رو میبینن که از شما توی ذهنشون ساختن و تمام زندگی شما میتونه تبدیل بشه به یه نمایش برای تایید کردن همین تصویر. رهایی بزرگ زمانی شروع میشه که شما از این صحنه نمایش پایین میایید. زمانی که دیگه برای نگاه اونها زندگی نمی کنید، بلکه برای حقیقت وجود خودتون نفس میکشید. اون ناامیدی عمیق، اون حسی که یه زمانی روحتون رو آزار میداد، حالا ماهیتش عوض میشه. دیگه زهر نیست، پادزهره. تبدیل میشه به شفافیت و شفافیت اولین آزادی واقعیه. این دقیقاً همون نقطه‌ایه که رواقیون باستان قدرتشون رو توش پیدا کردن. قدرت اونها توی بی‌اعتنایی به درد نبود، بلکه توی این بود که مسئولیت خوب کردن حال خودشون رو به هیچ کس دیگه‌ای واگذار نمی‌کردن. شما دیگه امیدوار نیستید که یه نفر زخم‌هاتون رو ببینه و روی ارزشتون مهر تایید بزنه. شما خودتون زخم‌هاتون رو می‌بینید، خودتون ارزشتون رو تعریف می‌کنید و خودتون مرهم خودتون میشید. خب وقتی که از این زندان انتظارات بیرونی آزاد شدید، کار واقعی تازه شروع میشه. این کار توی سکوت و در درون شما اتفاق میفته. تمرکز از دنیای بیرون به معماری دنیای درون منتقل میشه. شما شروع به ساختن چیزی میکنید که هیچ کس هیچ وقت نمیتونه ازتون بگیره. اتکا به خود. این قدرت یهویی ظهور نمیکنه، بلکه خیلی آروم توی سکوت جوونه میزنه. یه روز از خواب بیدار میشید و میبینید هیچ کس سراغی ازتون نگرفته. هیچ کس حالتون رو نپرسیده. و به جای اینکه فرو بریزید، به جای اینکه برای خودتون دلسوزی کنید، یه آرامش عجیبی تمام وجودتون رو میگیره. شما شروع به ساختن میکنید. شروع میکنید به جدی گرفتن خودتون. نه به این دلیل که بقیه شما رو جدی گرفتن، بلکه دقیقاً به این دلیل که دیگه منتظر نیستید تا اونها این کار رو بکنن. تنهایی از یه خلأ ترسناک تبدیل میشه به یه فضای مقدس برای خودساز. این فرایند ساختن اعتماد به خود 3 مرحله کلیدی داره. اول، یاد میگیرید که به درون خودتون گوش بدید، نه به اون صدای بلند و مضطربی که پژوای حرفا و انتظارات بقیه است، بلکه به اون صدای آروم و عمیقی که زیر همه اون شلوغی‌ها پنهان شده، صدای اصیل وجودتون. دوم، شروع میکنید به عمل کردن به وعده‌های کوچیکی که به خودتون میدید. اون پیاده روی که قولش رو داده بودید، اون کتابی که میخواستید بخونید، اون نه قاطعی که باید به یه خواسته نامعقول میگفتید. اینا کارهای بزرگی نیستن، اما هر کدومشون یه آجره که دیوار اعتماد درونی شما رو محکمتر میکنه. و در نهایت گام سوم، خودتون رو انتخاب میکنید. شما اون قدرتی رو که همیشه مال شما بوده اما به دیگران واگذار کرده بودید پس میگیرید. دیگه برای حرکت کردن، برای زندگی کردن، برای انتخاب کردن منتظر اجازه هیچ کس نمیمونید. این بیداری یه رویداد ناگهانی و پرزرق و برق نیست. این بیداری نتیجه همون تصمیمای کوچیک و مداومیه که توی تنهایی گرفته میشه. نتیجه هر بار گوش دادن به اون صدای درونیه. نتیجه هر وعده کوچیکیه که بهش عمل کردید. این کارها توی سکوت یه بنیاد محکم و تزلزل ناپذیر زیر پاهای شما میسازن. شما دیگه برای دنیا نمایش اجرا نمی کنید. شما دارید برای خودتون میشوید. رویای دیده شدن توسط دیگران تموم شده و حقیقت دیدن خودتون شروع شده. حالا که اون سنگبنای درونی خودتون رو گذاشتید، میتونید یکی از قدرتمندترین تغییر نگرش‌های فلسفه رواقی رو توی زندگیتون به کار بگیرید. و اون بازتعریف مفهوم طرد شدنه. توی این دیدگاه، طرد شدن دیگه یه شکست شخصی دردناک نیست، بلکه یه اصلاح مسیر ضروری و هوشمندانه است که انگار کائنات براتون در نظر گرفته. ببینید،
توی دیدگاه قدیمی وقتی نادیده گرفته میشید یا طرد میشید، این رو به عنوان یه حکم قطعی در مورد ارزشتون میبینید. اما توی دیدگاه جدید و رواقی، طرد شدن فقط یه تابلوی راهنماست. یه نشانه واضح که بهتون میگه انرژی شما، استعداد شما و وجود شما به این مکان یا این آدم تعلق نداره. هر کسی که شما رو نادیده میگیره، هر فرصتی که ازتون گرفته میشه، هر در بسته‌ای که بهش میخورید، داره یه حقیقت رو بهتون نشون میده. نه در مورد کمبودهای شما، بلکه در مورد مسیر درست برای شما. این نکته حیاتی رو به خاطر بسپارید. شما کنار گذاشته نشدید، بلکه به مسیر دیگه‌ای هدایت شدید. هر دری که به روتون بسته شد، یه فقدان نبود، یه شفاف سازی بود. هر طرد شدنی شما رو کوچیک نکرد، بلکه شما رو تراشید. درست مثل یه سنگ خام که با ضربه‌های تیشه تبدیل به یه مجسمه باشکوه میشه. این تجربه‌ها صدای درونی شما رو دقیق‌تر کردن. قدرت تشخیصتون رو عمیق‌تر کردن و شما رو مجبور کردن تا چیزی درون خودتون بسازید که به هیچ تأیید بیرونی نیاز نداره. چیزی که به خودی خود کامل و استواره. و تمام این راه، تمام این دردها، شفافیت‌ها و تغییر مسیرها شما رو به یه مقصد نهایی میرسونه. به خلق یک خود استوار و تزلزل ناپذیر. به ظهور حاکمیت درونی. این یه حالتی از بودنه که دیگه نیازی به تایید بیرونی نداره، چون یه چیز دائمی، ارزشمند و شکست ناپذیر درون خودش ساخته. این توصیف مارکوس اورلیوس تصویر کاملی از این خود تزلزل ناپذیره. یعنی فردی که عمیقاً احساس میکنه اما دیگه برده و تحت کنترل احساساتش نیست. اون امواج خشم، غم و شادی رو حس میکنه، اما مثل همون صخره توی مرکز وجودش محکم و استوار باقی میمونه. اون نیازی نداره که برای اثبات عمق وجودش احساساتش رو به نمایش بذاره. حضورش قدرت اونه، نه نمایشش. آرامشش یه نقاب مصنوعی نیست، بلکه نتیجه کار سخت و مداوم درونیه. اون خشم آبهای اطرافش رو با استواری خودش رام میکنه. و این اساره تمام این سفره. قدرتی که دنبالش بودید توی تحسین و توجه دیگران پیدا نمیشه. در حقیقت لحظه‌ای که از انتظار کشیدن برای اهمیت دادن دنیا دست میکشید، دقیقاً همون لحظه‌ایه که شروع به شکل دادن خودتون به چیزی میکنید که دنیا نمیتونه نادیدش بگیره. این قدرت از درون میجوشه. از دیدن واضح، صادقانه و حتی بیرحمانه خودتون. بدون فیلتر، بدون توجیه، بدون نیاز به تزیینات. اینجا توی این نقطه خودشناسی مطلق همه چیز تغییر میکنه. اینجا زندگی واقعی شما شروع میشه. و با این پرسش، این تأمل را به پایان میبریم. این سوالی نیست که بشه بهش یه جواب سریع و آسون داد. این یه دعوته. دعوتی به سکوت، دعوتی به نگاه کردن توی آینه درون. حالا که دیگه دنبال تایید توی نگاه دیگران نیستید، وقتی به خودتون نگاه میکنید چی میبینید؟ اون خودی که توی تنهایی ساخته شده، اون خودی که از خاکستر انتظارات سوخته بلند شده چه شکلیه؟ توی این سکوت با خودتون روبرو بشید.